خب ما جلسات قبل در مورد قانون ترکیب دوتایی صحبت کردیم روی مجموعه. یه قانون ترکیبی که حالا در حالت کلی ترین شکل ممکن یه مجموعه است. توی مجموعه در واقع یه قانونی داره که شما میتونید هر دو عنصر رو با هم ترکیب کنید، یه عنصر حالا دیگه از اون مجموعه دریافت کنید. و بعد در مورد اگه این قانون ترکیب شرکت پذیر باشه میگیم اون مجموع نیمگروه هست. حالا یه سری چیزای دیگه معرفی میکنیم. یه دونه مفهوم دیگه هست به نام عضو وارون در یک مجموع. خب ببینید، فرض کنید ام و ستاره. استاد ببخشید من یه سوال میتونم بپرسم قبل از اینکه وارد مبحث جدید بشیم؟ بفرمایید اگه خیلی کوتاه باشه. این جلسه پیش یه دونه آزمون لایت بهش اشاره کردیم که میخواستیم شرکت پذیر رو چک کنیم، ساده ترش بکنیم برای خودمون. بله. گفتین که تو این آزمون لایت اینطوری بودش که اگه اون وایر رو فرض کنیم تو مجموع مولده و واسه مولده درسته، همه جا درست میشه. درست. این یه سوالی هم ته کلاس مطرح شد که نمیشه فرض کرد هم x هم y هم z تو مجموع مولد باشه، یعنی اگه به ازای فقط x و y و z که هر سه تاشو تو مجموع مولدن چک کنیم همه جا هم درست میشه. این درسته یا غلطه؟ البته اون چیزی که من گفتم اون وسطی بود، گفتم وسطی رو در واقع انتخاب کنید. بله. بعد اگه فرض کنیم هر سه بخواد، یه خود کار سخت میشه، چون شما میخواد شرکت پذیری رو چک کنید. به نظرم شاید کافی نباشه. آها. بعد آها. مرسی. حالا خب ببینید فرض کنید بله بگید. وقتی که خب ما برای یه سری از اعضای مولد ثابت کنیم که نحوه پرانتز گذاری تفاوتی نداره، این وقت میتونیم هر عبارتی که داریم از عناصر اون مجموعمون رو با مولدها بنویسیم و پرانتز گذاری رو تغییر بدیم و اینجوری خب ثابت کردیم که اون پرانتز گذاری تغییر ایجاد نمیکنه دیگه. یعنی x و z هم میشه توی این حالت در نظر گرفت دیگه. بذارید من اینو در واقع شاید تو زمان استراحت بهش پرداختیم، ولی حالا من اون وسطی رو گفتم فقط. حالا بذارید ببینیم، بذارید ادامه بدیم لطفاً. خب فرض کنید ام و ستاره یه مجموع باشه و مثلا یه عنصر x هم توی m در نظر بگیرید. مجموع یعنی همین فقط یه قانون ترکیب داشته باشه بدون هیچ خاصیت دیگه، یعنی فقط هر دو عنصر رو با هم دیگه ترکیب کنیم. میگیم که مثلا x پریم یه مجموع، البته مجموع باشه با یک عضو همانی یا یکه مثلا یک، مثلا عضو یک هم داشته باشه. یک یعنی عنصری که از هر طرف ضرب بشه خود اون عناصر رو به دست میده. میگیم عنصر x متعلق به m دارای
دارای یک وارون راست است اگر x پریم متعلق به m یافت شود به طوری که x پریم مساوی 1 باشه. همجوری میتونیم بگیم به طور مشابه میگوییم x متعلق به m دارای وارون چپ است اگر x سگند متعلق به m یافت شه به طوری که x سگند مساوی 1 باشه. پس در واقع این مفهوم عناصر وارون پذیر چپ و راست هست. استاد ببخشید. بله استاد اینجا که خط دوم نوشتین x پریم عمل گروه ستاره تعریف کردین. من بعضی وقتا درسته، بعضی وقتا حالا این وقتی که ابهامی پیش نیاد دیگه از گذاشتن ستاره صرف نظر میکنم. حالا اینجا حق با شماست، من کاشکی در واقع اینجا اگه می نوشتم شاید بهتر بود. این ستاره، اینم ستاره، ولی وقتی دیگه ستاره نمیذاریم دیگه مستتر هست دیگه. خیلی ممنون از این یادآوری. خب این حالا میگیم x متعلق به m دارای وارون است. این وارون چپ بود، این بالایی دارای وارون است اگر x پریم متعلق به m یافت شود به طوری که x پریم مساوی x پریم x مساوی 1 باشه. یعنی وارون داشته باشه، هم وارون چپ داشته باشه، هم وارون راست داشته باشه و این دوتا در واقع یه چیز هم باشن. خب حالا یه نکته‌ای که اینجا باز همون تذکر شما به جا هست. اینجا مثلا من بهتر ستاره بذارم که مشخص باشه چه قانونیه، ولی خب خیلی وقتا دیگه نمیذاریم دیگه، وقتی میدونیم در واقع داریم چی کار میکنیم صرف نظر میکنیم. خب اولا یه نکته‌ای وجود داره که وارون چپ داشتن و وارون راست، یعنی یه عنصری میتونه وارون چپ داشته باشه اما وارون راست نداشته باشه. اینا در واقع میتونیم مثال هایی بزنیم که توی این ویژگی صدق کنن. خب حالا یه لحظه فکر کنید ببینید همجوری به ذهنتون میاد. من یه مثالی بزنید از توی یه مجموعی که عضو همانی هم داشته باشه اما مثلا یه عضوی وارون چپ داشته باشه ولی وارون راست نداشته باشه. خب یه نکته ساده‌ای که حالا اینجا ما میتونیم ذکر کنیم اینه که
یه نکته، اگر اما ستاره یک مونوید باشه، مونوید خب میدونید شرکت پذیری داره دیگه، آنگاه وارون یک عنصر در صورت وجود یکتاست. یعنی شرکت پذیری باعث میشه که یگانه باشه. خب اثبات این اینجوری هست که فرض کنید x پریم و x سگند دو وارون برای مثلا یک عنصر x متعلق به m باشن. باید ثابت کنیم که x پریم مساوی x سگند هست. خب شما این x پریم رو بنویسید x پریم در یک، به جای یک میتونید بذارید x ستاره x سگند و بعد اینجا از شرکت پذیری استفاده کنید x ستاره x ستاره x سگند. خب اینم برابر میشه با یک ستاره x سگند، این میشه x سگند. پس عنصر وارون در صورت وجود یگانه است. خب به اون سوال در واقع نمیدونم فکر کردید، میخواید اینو همجوری در واقع بذارید فکر کنید. دنبال یه مثال بودیم از یه مونوید، از یک در واقع از مونوید که نه، یه عنصری توی حالا یه عنصری که وارون چپ داشته باشه ولی وارون راست نداشته باشه. بله. الان ترکیب عضو وارون با یه عضو و نتیجهشو کجا تعریف کردیم که مثلا خود اون عضو دلخواه میشه؟ سوالتون چیه؟ ترکیب یه چی؟ ترکیب عضو وارون با یه عضو دلخواه از مجموعه، این که نتیجهش چی میشه رو من نفهمیدم کجا تعریف کردیم. نه ببینید، عضو وارون که همیشه وجود نداره. ما میگیم یه عنصری در واقع وارون مثلا چپ داره، وقتی که در واقع یه عنصری وجود داشته باشه از مثلا چپ توش ضرب بشه مساوی عنصر همانی بشه. حالا من سوالتون رو دقیقاً، یعنی شما وقتی که یه مجموعه روی مجموعه داشته باشید، یه قانون ترکیب داشته باشید، هر دو عنصر رو میتونید با هم دیگه ترکیب کنید. حالا اگه یه عنصری اگه پیدا بشه از سمت چپ توی عنصری ضرب بشه مساوی عنصر همانی بشه، عضو خنثی بشه، میگیم که اون وارون چپ داره. درست. خب
ببینید یه چیز جالبی که وجود داره اینه که توی حتما اونایی که جبر خطی گذروندن یا توی ریاضی 2 هم شاید دیده باشن، میدونید که ماتریسا این خاصیت جالب رو دارن. ماتریسا البته مربعی. مثلا من این نکته رو از جبر خطی یادآوری کنم. مثلا اینجا اگه A و B مثلا دو تا ماتریس n در n باشن، مثلا با درهای حقیقی فرق نداره، مختلط هم همینطوره. AB مساوی I باشه، از این میشه نتیجه گرفت BA هم مساوی I هست. یعنی اگه با ماتریسا به چشم یک مونوئید نگاه کنیم این خاصیت رو داره، ولی کلا این موضوع درست نیست. یعنی توی مونوئیدها میتونه AB مساوی عضو همانی باشه ولی BA عضو همانی نباشه. یه مثالی هست که حالا شاید کمک کننده باشه تو اون مثالی که از بالا از خواستم فکر کنید، که البته توی فضاهای برداری متناهی در واقع نامتناهی البعد پیش میاد، که توی اینجا میشه مثالی زد از دو تا تبدیل خطی که توی این ویژگی صدق نمی کنن. مثلا شما یه مثالی که اینو نقض کنه، شما وی رو بگیرید شما بی نهایت کپی از آ رو با هم دیگه جمع بزنید، یعنی وی میشه همه این چیزای به این صورت A1 A2 الاخر که این آیا از آر میان و از جای به بعد صفر هستن. وجود داره یه انی به طوری که آن مساوی آن به علاوه یک مساوی صفر. خب این فضای برداریتون رو این بگیرید، هم بگیرید، اینم بگیرید مجموعه همه تبدیلات خطی از وی به وی. خب اینجا وی و قانون ترکیب معمولی نگاشت ها، این در واقع یک مونوئیده خب برای سادگی در واقع خب حالا F رو بگیرید، تبدیل خطی که F رو بگیرید متعلق به M. خب F از V به Vه. F رو جوری بگیرید که F A1 A2 الی آخر رو اینو شیفت میده به سمت جلو، یعنی میشه A2 A3 الی آخر. یه چیز دیگه هم میتونید تعریف کنید، G رو در واقع
متعلق به این بگیرید، یه تبدیل خطی از وی به وی، جی A1 A2 اینو بگیرید، اون چیزی که حالا یه صفر اولش میذاره، صفر A1 A2 الی آخر. خب جی او اف چی میشه؟ جی او اف A1 A2 الی آخر. خب جی اینو یه شیفت میده، یعنی یه صفر بهش اضافه میکنه، صفر A1 A2 الی آخر. بعد اف هم که روش اثر میکنه اون اولی رو میچینه، یعنی در واقع میشه A1 A2 الی آخر. پس FOG روی هر چیزی اثر کنه خود اونو میده. پس در واقع FOG مساوی همانی آیدنتیتی از V به V. ولی GOF رو شما حساب کنید، GOF A1 A2 الی آخر رو حساب کنید، میشه G A2 A3 الی آخر، که این هم میشه صفر A2 A3 الی آخر، که اینم در حالت کلی مساوی نیست با A1 A2 الی آخر. پس در واقع GOF مساوی همانی نیست. در واقع پس اینجا من یه مثالی زدم از یه مونوئید به طوری که مثلا FOG مثلا 1 هست ولی GOF 1 نیست. خب پس ما اینجا به طور خلاصه عضو وارون رو تعریف کردیم. خب مثلا به همیشه عناصر وارون پذیر نیستن. بذارید مثلا یه مثالی در نظر بگیرید. مثلا در مونوئید مثلا Z2 ضرب مثلا عنصر 2 وارون پذیر نیست، چون باید اون در واقع تو این مونوئید در واقع اون عنصر حالا یک دوم بین گیومه این کمه دیگه، تو این نیست دیگه، یعنی دور تو هر عنصری ضربش کنیم مساوی 1 نمیشه دیگه تو این مونوئید. خب این استاد بخش، من این سوالی داشتم. بگید. ممکنه یه مونوئیدی داشته باشیم که یه وارون چپ داشته باشه یه وارون راست هم داشته باشه ولی این دوتا با هم دیگه متفاوت باشن؟ یه مونوئیدی داشته باشیم که و یه عنصری، منظورتون اینه دیگه؟ آره، که
ببینید اگه به اثبات بالایی در واقع نگاه کنید، چجوری باید برم بالا؟ ببینید اینجا ما تو این نکته‌ای که من اینجا اثبات کردم، ببینید ما از همه چیزها استفاده نکردیم در واقع. من نمیدونم اینجا باید کرسر موس رو چجوری فعال کنم تو این سایت که دیده بشه. این در واقع نشانگر من موس موس رو میبینم. موس رو میبینید؟ بله بله. موس رو میبینید، پس خوبه. ببینید توی این در واقع اگه دقت کنید ما از تمام قدرت ایکس پریم و ایکس سگوند استفاده نکردیم. اینجا صرفا از این استفاده کردیم که ایکس سگوند وارون چپ ایکس، اینجا هم از این استفاده کردیم که ایکس پریم وارون ایکس سگوند وارون راست ایکس هست. اینجا هم از این استفاده کردیم که ایکس پریم وارون چپ ایکسه. یعنی در واقع اینجوری باید بگیم، این سوال شما رو اینجوری، این اثبات رو میشه بهینه ترش کرد. گفت که اگه یه عنصری یه وارون چپ داشته باشه و یه وارون راست، درست میگم، اون دوتا عنصر با هم دیگه برابرن. پس در واقع آخه اینجا شرکت پذیری رو داریم. من بله دیگه شرکت پذیر دیگه، توی شرکت پذیرا دیگه. پس در واقع بذارید من اول این یه تذکری بدم اینجا. تذکر مثلا 2، تذکر در واقع تذکر در نکته بالا وجود یک وارون چپ و یک وارون راست برای x، یه وارون چپ مثلا x سگوند و یک وارون راست x پریم برای x نشان میدهد که x پریم مساوی x سگونده. البته توی یه مونوید دیگه، یعنی اثبات رو در واقع، بس اگه عنصری، اگه قانون شرکت پذیر داشته باشیم، یه عنصری هم وارون چپ داشته باشه و هم وارون راست، اون دوتا با هم دیگه برابرن که همین اثباته در واقع کار میکنه. ولی اگه حالا سوال شما در مورد غیر شرکت پذیرا بود یا در مورد غیر آره من گفتم تو حالتی که مگما باشه ولی نیم گرون نباشه، یعنی شرکت پذیری نداشته باشیم، آیا این ممکن هست که وارون چپ و راست؟ بله، ببینید مگما خیلی ضعیفه و در واقع به این خاطر در واقع شما میتونید مثال هایی داشته باشید. حالا بذارید من میدونم سر زبون میاد مثلا یه اثباتی، اگه الان کسی این سوال ایشون رو میتونه جواب بده. یعنی من اینجا نشون دادم که اگه شرکت پذیر باشه اون جواب سوال شما منفیه، یعنی اگه یه عنصری وارون چپ داشته باشه وارون راست هم داشته باشه، اون دوتا با هم دیگه برابرن. ولی حالا بدون شرکت پذیری کسی میتونه یه مثالی بزنه؟ استاد سوال چی بود؟ میشه یه دفعه دیگه بگید؟ ببینید سوال ایشون اینه که یه عنصری داریم توی یک مجموع با عنصر همانی. ببین اینجا من سوال ایشون رو می‌نویسم. سوال مثالی از یک مجموعه مثلا ام ستاره با یک عضو همانی ارائه کنید که یک عنصر x متعلق به m موجود باشه
که وارون چپ و وارون راست داشته باشد، اما این دو وارون با هم برابر نباشند. بذارید سوال ایشون رو حالا بمونه روش فکر کنیم، شاید تا آخر جلسه استاد ببخشید می‌خواستم یه جواب بدم، حالا مطمئن نیستم. تو جدول ضربش فقط تو جدول ضرب مگما فقط میشه ضرب دو تا مثلا عضو A و B رو یک گذاشت و هیچ دو عضو دیگه یک نباشه. این یعنی درسته. میتونید حالا بتونید سریع چنین جدول ضربی رو بگید؟ هر چیزی میشه گذاشت دیگه. تو جدول ضربش فقط یه عضو یک وجود داشته باشه، ضرب A و B یک باشه و بقیه خونه‌های جدول هیچ کدومش یک نباشه. استاد مثلا آبی بشه یک، سیام بشه یک، بقیه دیگه نشن یک. خب نه، باید شما جدول آبی بشه، بله دیگه آبی بشه یک، خب سیام بشه یک، 4 تا، یعنی مجموعتون 4 عضویه، چند عضویه مجموعتون؟ آره مثلا ای و آبی سی، یعنی یک آبی سی، یک آبی سی، یعنی مجموعتون یک و آ و بی و سی هست. آبی بشه یک، سی آ هم بشه یک، ها؟ آره بقیه مثلا بشن بی. بله دیگه اینجا بله از یه دیدگاهی نگاه کنید ببینید شما مگما چون قانون شرکت پذیری نداره، شما هر چی دوست دارید میتونید تعریف کنید دیگه، یعنی تناقضی نداره، یعنی کافی به هر دو تا عنصر یه چیزی اساین کنیم ضربشون. آبی بشه این و مثلا بقیه هم هر جوری دوست داشتید تعریف کنید. درست. بله این در واقع دو نفری که گفتن، شما آقای رضایی بودید و خانم چی بودن؟ اسمشون ندیدم. حدیث زاده. بله خانم. البته من درست نگفتم. بله ببینید، یعنی هدف این بود که توی مجموع خیلی درجه آزادی زیاده دیگه. ببینید شما مثلا قانون شرکت پذیری خیلی قانون قویه، یعنی جوری باعث میشه که نه توی قدرت مانور ندارید، ولی توی مجموع هر دو عنصر رو هر جوری دوست داشتید میتونید تعریف کنید. ببخشید بله توی اون مثال فضای برداری که زدید، بله اونجا مثال رو برای مونوئیدا زدید؟ بله دیگه مونوئیده دیگه. خب این الان شرکت پذیری نداره که. این مثالی که این دوستان الان زدن نه اون فضای برداریه. نه شرکت پذیر هست دیگه، چون تبدیلات خطی چون تابع هستن دیگه، هر تبدیل خطی تابع هست دیگه، توابع به هر حال شرکت پذیر هستن دیگه روی یک مجموعه داده شده. الان مثلا ما اگر FGF رو در نظر بگیریم، FOGF درسته، اگر پرانتز رو سمت چپ بذاریم FOG آیدنتیتی به همون میده، آیدنتیتی OF به همون F رو میده. اگر همون FOG که من اینجا نوشتم منظورتونه؟ بله FOGOF. الان میخوام شرکت پذیری رو برای FOGOF بررسی کنم. خب اگر پرانتز رو سمت چپ بذارم FOG به من آیدنتیتی میده، آیدنتیتی OF به من F رو میده.
اگر پرانتز رو سمت راست بذارم GOF به من اون 0 A2 A3 و غیره رو میده، پس FOGOF به من A2 A3 تا غیره رو میده که مخالف آیدنتیتیه، یعنی شرکت پذیری نداره دیگه. نه این اشتباه محاسبه کردید. اصلا همیشه این قاعده کلیه، توابع از یک مجموعه به خود اون مجموعه قانون شرکت پذیری رو دارن دیگه. شما از دوره دبیرستان که توابع و FOGOF منظورتون بود دیگه. بله این در واقع مساوی است با FOGOF. خب الان سمت چپ اینو محاسبه کنیم چی میشه؟ سمت چپ این FOGOF بله GOF اون پایین داشتیم دیگه. بله GOF رو من حساب کردم. چی بودشون؟ 0 A2 A3 و همینجوری، درسته؟ بله. خب یه F ازش بگیریم مثلا A1 A2 الی آخر. خب این مساوی است با GOF که اثر کنه روی A1 A2 الی آخر چی میشه؟ میشه 0 A2 A3 الی آخر. F هم که روی این اثر کنه میشه A2 A3 الی آخر. بعد FOGOF هم که اثر کنه روی A1 A2 الی آخر. خب F که اثر کنه روی این میشه آیدنتیتی. FOGOF روی A1 A2 که میشه آیدنتیتی. حاصلش میشه A2 A3 الی آخر. یعنی همونه دیگه. یعنی شما چرا میگید با هم مساوی نیستن؟ من هر دو رو محاسبه کردم دیگه. درست. بله خب خیلی ممنون. پس در واقع همینجا دیدیم که ببینید اینه که مگما خیلی وحشیه دیگه. تقریبا هر ضربی که چیز میگید شما در واقع، حالا غیر از اون عضو همانی که باید از یه سری تو همه عنصرها ضربش خود اونا رو بده، ولی عناصر دیگه در واقع هر جوری دوست داشتید میتونید عمل کنید دیگه. در نتیجه خیلی آزادی دارید. در نتیجه هر مثالی در واقع میشه زد دیگه. خب مطلب دیگه‌ای که اینجا میخوایم یه کمی در موردش صحبت کنیم در مورد قوانین حذف چپ و راست هست.
خب فرض کنید ام و ستاره یه مجموع باشه میگیم مثلا عنصر x متعلق به m از سمت چپ قابل حذف است اگه این رابطه رو داشته باشیم، اگه این خاصی ویژگی برقرار باشه برای هر y و z توی m از x ستاره y مساوی x ستاره z شما بتونید نتیجه بگیرید که y مساوی z، یعنی بتونید حذفش کنید از سمت چپ، یعنی کنسلش کنید. از سمت راست هم به همین صورت در واقع تعریف میشه، یعنی طریق مشابه عنصر قابل حذف از سمت راست تعریف می شود. خب یعنی به عبارت دیگه برای هر y و z توی m اگه y ستاره x مساوی z ستاره x باشه از این بشه نتیجه گرفت که y مساوی z هست. یعنی ببینید اینجا یعنی اینکه شما بتونید اینو کنسلش کنید دیگه، یعنی انگار این x رو تونستید بزنیدش. تو اینم همینطور. اگه مجموع ام ستاره دارای این ویژگی باشه که همه عناصر آن از سمت راست یا چپ، از سمت راست و چپ قابل حذف باشند میگوییم قانون حذف در آن برقرار است. خب پس ببینید ما قانون حذف داریم و پس این قانون حذف رو اگه بخوایم به طور خلاصه بخوایم بگیم یعنی اینکه x ستاره y مساوی x ستاره z باشه بشه نتیجه گرفت y مساوی z و y ستاره x مساوی z ستاره x باشه از این بشه نتیجه گرفت که y مساوی z هست. قانون حذف راست هم قانون حذف
راست هم اینجوری تعریف میشه. یعنی این قانون حذف راست یعنی y ستاره x مساوی z ستاره x. اگه از این بشه نتیجه گرفت که y مساوی زده برای هر x و y و z توی m. اینم این قانون حذف اینم این دو تا رابطه برای هر x و y و z توی m برقرار باشه. به همین صورت قانون حذف چپ هم به همین صورت تعریف میشه. اگه x ستاره y مساوی x ستاره z باشه برای هر x و y و z توی m، از این بشه نتیجه گرفت که y مساوی z. اگه قانون حذف برقرار باشه توی مجموع، میگیم اون مجموع حذفی است. پس در واقع مجموع مونوید یا نیم گروه حذفی نامیده میشن اگر قانون حذف در آنها برقرار باشه. یه مثالی بذارید اینجا مطرح کنیم. مثال مثلا اینجا زد و ضرب در این قانون حذف برقرار نیست. چون که شما مثلا 0 ضرب در 1 مساوی مثلا 0 ضرب در 2 هست، ولی از این نتیجه نمیده که 1 مساوی 2 هست. مثلا واقعا این مونوید حذفی نیست. اما اگه شما مثلا 0 رو ازش خارج کنید، اگه مثلا z ستاره رو بگیرید z منهای 0، موقع z ستاره و ضرب یک مونوید حذفی است. خب ببینید، ما در مورد عضو وارون صحبت کردیم. حالا اینا یه ارتباطی با هم دیگه دارن، عضو وارون و عضو قابل حذف. یه نکته‌ای که اینجا میتونیم بگیم، اگر ام و ستاره یک مونوید باشه،
الف اگر x متعلق به m دارای وارون چپ باشد آنگاه x از سمت چپ قابل حذف است. به همین ترتیب برای راست هم همینطور میتونیم بگیم. اگه راست باشه سمت راست قابل حذف است. خب اینم به این صورت دیگه، مثلا x ستاره y اگه مساوی باشه با x ستاره z خب مثلا اینو اگه x پریمو بگیرید وارون چپ x طرفین رو ترکیب کنید با x پریم حالا از شرکت پذیری استفاده کنید. این میشه x پریم ستاره x ستاره y مساوی است با x پریم ستاره x ستاره z. خب این هم نتیجه میدیم که یک ستاره y مساوی یک ستاره z. خب این هم نتیجه میده که y مساوی z هست. پس اگه یه عنصری دارای وارون چپ باشه آنگاه از سمت چپ هم قابل حذفه. کسی میتونه یه مثالی بزنه از اینکه وارون چپ و راست که عکس این برقرار نیست، یعنی یه عنصری که قابل حذف باشه اما وارون چپ نداشته باشه؟ همون زد استار و ضربی که گفتیم وارون ندارن عناصرش دیگه، ولی قابل حذفن. بله درست، کاملا صحیحه. در زد ستاره و ضرب قوانین حذف برقرارند اما همه عناصر به غیر از یک و منفی یک غیر وارون پذیر هستند. خب یه نمادگذاری که استفاده میکنیم
در یک مونوید اما ستاره وارون یک عنصر آ متعلق به ام، این در صورت وجود، اینو خیلی وقتا عادت داریم با آ منفی یک نشونش بدیم. خب وارون هم که دیگه دیدیم که یگانه هست به خاطر شرکت پذیری، در نتیجه این اشکالی در واقع به وجود نمیاره دیگه. مثلا خواص عنصر وارون یکیش اینه که آ معکوس مساوی خود اون عنصره. ویژگی دیگه اینه که آب، حالا اینجا من دیگه از گذاشتن علامت ستاره، حالا بذاریم میگم آ ستاره ب میشه ب معکوس ستاره آ معکوس. این دوتا ویژگی رو داره. یه ویژگی هم دیگه هم هست، اینم میشه نوشت آ ستاره ب ستاره آ معکوس مساوی، فقط وسطی معکوس میشه. به این در واقع این وسطیه بعضی وقتا اتحاد کفش و جوراب هم بهش میگن. علتش هم اینه که مثلا یعنی شما بخواید دو تا عمل رو خنثی کنید، اول باید دومی رو خنثی کنید بعد اولی رو خنثی کنید. مثلا اول شما اول جوراب رو میپوشید بعد کفش رو، ولی بعدا که بخواید خنثیش کنید باید اول کفش رو در بیارید بعد جورابو. خب اینم در واقع این که این ب معکوس آ معکوس وارون آ ب هست، اینم در واقع به این خاطره که کافیه ضرب کنید از چپ و راست ببینید که با هم دیگه برابرن. حالا من دیگه از گذاشتن ستاره اجتناب میکنم. ب معکوس آ رو باید توی آ ب ضرب کنید. خب این میشه ب معکوس، از شرکت پذیری استفاده کنید آ معکوس ب. خب این وسطی یکه که اینم میشه ب دیگه، میشه یک. و همچنین از اون طرف هم ضرب کنید آ ب ب معکوس آ معکوس مساوی آ ب ب معکوس آ معکوس، اینم که یکه میشه آ یک آ معکوس، اینم میشه یک. پس در واقع ب معکوس آ معکوس از هر دو طرف که ضرب بشن توی آ عضو خنثی رو میده. کاش اون اتحاد آخر یه منفی یک جا نیفتاده برای A. بله حق شماست، اون آخریه مثل در واقع ماتریس هاست دیگه. اینا رو دیگه این روابط رو داریم دیگه. خب حالا تقریبا رسیدیم به یه جایی که حالا میتونیم حالا یکی از مهمترین ساختاری که تو این درس بررسی میکنیم
یه گروهه که الان دیگه تقریبا به تعریفش رو میتونیم بیان کنیم. گروه فرض کنید ام ستاره یک مجموعه با یک قانون ترکیب همون ستاره باشه. میگوییم ام ستاره یک گروه هست اگر ام ستاره اولیش این باشه که یه مونوید، یک مونوید با یک مونوید باشه. عضو خنثی رو معمولا با یک نشون میدیم. 2 هر عنصر M وارون پذیر باشه. پس گروه یه مونویده که همه عناصرش وارون پذیرن. تو این درس بیشتر ما تمرکز میکنیم روی این در واقع گروه. خیلی از چیزای درس متمرکز هست بر بررسی خواص گروه ها. خب ببینید چون قوانین عناصر وارون پذیرند، خب طبیعتاً قوانین حذف هم برقرار خواهند بود دیگه. خب بذار چند تا مثال بزنیم از چیزایی که بیان کردیم. خب مثلا Z و جمع خب گروه، چون عناصر همه توی این عناصر وارون پذیرن. البته اینجا نسبت به عمل جمع دیگه. اینجا عضو خنثی که همون صفره، وارونه مثلا A متعلق به Z چی هست؟ عنصر نمیدونم چرا هاید میشه این چت که هست. این پیاماتون من نمیبینم. وارون A متعلق به Z چی هست؟ منفی A. بله، خانم کاظمی نجف آبادی.
X بگید یه مجموعه، PX هم بگیرید مجموعه توانی X، یعنی مجموعه همه زیر مجموعه های X. خب شما روی این PX و اشتراک، آیا PX و اشتراک گروه هست؟ خب اولا شرکت پس در واقع اشتراک که اشتراک، قانون ترکیب اشتراک شرکت پذیر که هست، عضو وارون داره اصلا؟ چی میگن اصلا این مونوئید هست اصلا؟ استاد میشه توهی رو گرفت یک مجموعه، بعد خود توهی میشه عضو وارون همه اعضای. نه توهی که ببینید ایشون میگن که توهی، بله آقای محمد سعید حقی میگن کل مجموعه، اینجا خود X یعنی این هم از کل X مجموعه مرجع را میتوان به عنوان عضو خنثی در نظر گرفت. پس عضو خنثی است دیگه. الان باید بتونید به این سوال جواب بدید دیگه. مجموعه های آیا عناصر PX همه وارون پذیرن؟ عناصر PX میشن همه زیر مجموعه ها دیگه. متمم دیگه. نه دیگه. ببینید یه مجموعه سره در نظر بگیرید، محاله با یه مجموعه دیگه اشتراک بگیرید بشه کل دیگه. اینجا بله من توهی تو ذهنم بود. بله از اون توهی. بله اگه ناتوهی باشه بله. هر زیر مجموعه سره از X از این مجموعه سره از X غیر وارون پذیر است. پس در واقع به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم اینجا PX و اشتراک مونوئید هست اما گروه نیست. به همین ترتیب شما میتونید یه مثال دیگه، PX و اجتماع، اینم باز یک مونوئیده اما گروه نیست. خب اینجا عضو همانی چیه؟ یک PX چی میشه؟ بله فکر میکنم مجموعه توهی هستش دیگه. بله مجموعه توهی مجموعه توهی در واقع عضو خنثی است اما عناصر این مجموعه وارون پذیر
نیستن دیگه، فقط خود تویی وارون پذیره. اینجا در این مونوئید تنها عنصر وارون پذیر توهیه. پس اگه مجموعتون رو جوری در نظر بگیرید که حداقل یه عضو داشته باشه، کلی عناصر غیر وارون پذیر داره. اما اینجا یه مثال دیگه هست. اینجا شما با مفهوم تفاضل متقارن آشنا هستید. تفاضل متقارن. خب تفاضل متقارن دو تا مجموعه A داشته باشیم و B از یه مجموعه مرجع، تفاضل متقارن اون قسمتیه که قسمت مشترکشون رو در واقع در نظر نمیگیره. این میشه A دلتا B یا تفاضل مشترک A و B. خب حالا یه خاصیت جالبی هست که البته اینو با نمودار ون هم میتونید چک کنید. تفاضل متقارن دارای خاصیت شرکت پذیریه، یعنی A دلتا B دلتا C مساوی است با A دلتا B دلتا C. برای هر A و B و C زیر مجموعه مرجع X. خب یه مثالی که اینجا رو مثال جالبی هست که پی X و دلتا این یه گروهه. اول عضو خنثی چیه؟ حتی تفاضل متقارن رو میتونید شما به صورت فرموله ترش کنید. A دلتا B در واقع چیزی نیست جز A منهای B اجتماعش با B منهای A. خب یک بله میشه گفت عضو خنثی این توهی اگه باشه اون موقع هر عضوی برای خودش وارون حساب میشه؟ اول ببینیم. بله اول شما پس حرفتون اینه که توهی A دلتا توهی مساوی A منهای توهی اجتماعش با توهی منهای A که میشه A. به همین ترتیب شما چون متقارن هست توهی دلتا A هم میشه این. پس در واقع یک پی X و دلتا مساوی مجموعه توهی هست. بعد الان پس اون هر قسمت اول حرف شما درست بود. حالا وارون هر عنصری هم خودشه. A دلتا A میشه توهی، پس A وارون
خودش هست. پس اینجا در واقع یک مجموعه‌ای هست که روی PX روی مجموعه توانی در واقع یه جوری تعریف کردیم که این خودش میشه. وارونش خودش میشه. یه مثالی بزنیم از حالا اونایی که با ماتریس آشنا هستن، از مثالی هست از جبر خطی. GLN آ رو بگیرید، اینو بگیرید همه ماتریس های n در n با دترمینان ناصفر. GLN R ماتریس های با درایه حقیقی دیگه، n در n با درایه های حقیقی. GLN R و ضرب ماتریسی یه گروهه. خب ماتریس ها میدونید شرکت پذیر هستن ضربشون، و ماتریس همانی، ماتریسی که یعنی روی قطر اصلی یکه بقیه درایه ها صفر هستن، نقش ماتریس همانی رو نقش عضو همانی رو بازی میکنه و هر ماتریس که دترمینانش ناصفر باشه هم معکوس پذیره، یعنی که یه معکوسش رو میشه در واقع پیدا کرد با استفاده از قاعده کرامر یا روش پلکانی که تو جبر خطی دارید، و در نتیجه این هم یه گروه معروفی هست. اینا مثالایی بودن از ماتریس ها. خب میذاریم برای جلسه بعد ادامه بحث ها.